اون دسته از علمایی که فکر میکنند نجات ما، فلاح ما، رستگاری ما، اون دسته از علمای خود فروخته، ملاهای فریب خورده ای که گمان میکنند نجات ما در دربار حاکمان و شاهان هست، فکر میکنند که عزت ما، رستگاری ما این هست که ما به دربار شاهان بخزیم و برویم. به خدا قسم اینطور نیست. کسی که دین ملت رو به بهای اندکی بفروشه، دین ملت رو بها بکنه، کسی که حقیقت رو کتمان بکنه، اون هم از نظر الله میفته و هم در دید مردم اون ارزشی نداره. مگه علمای بنی اسرائیل چه خطایی کردند؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. الله متعال میفرمایند علمای بنی اسرائیل منکر رو میدیدند. اگر یک بینوا، یک بیکس، یک فقیر، یک درمانده مرتکب خطایی میشد، دستور میدادند حکم الله رو بر این اجرا کنید، این رو به اشد مجازات برسانید. اما اگر یکی از اشراف زادگان، یکی از حکمرانان و حاکمان مرتکب خطایی میشد، قانون تورات رو عوض میکردند. یلبسون الحق بالباطل یکتمون الحق یحرفون الکلم عن مواضعه. حاضر بودند تورات رو تحریف کنند، ولی به حکمرانان نگویند که بالای چشمتان ابرو. حالا باید فکر بکنن، حواس علما جمع باشه. بنده کوچکتر از آنم که هم لباسان خودم رو درس غیرت و شهامت بیاموزم، اما من این درسهایی که خواندم رو پس میدم. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ای ملای خود فروخته ای که به خاطر یک چندر غازی میایی دین ملت رو به سخره میگیری، دین مردم رو به سخره میگیری و مسخره میکنی، حقایق رو کتمان میکنی. از خدا شرم داشته باش که تو در دیدگاه الله هم ارزش نداری. الله متعال به اون عالم بنی اسرائیل گفت که مثال این عالم مثال سگ هاری هست که حس میکنه. بدان ای عالم، ای ملای دین، کسی که تو حقیقت رو کتمان بکنی، حقیقت رو بدونی، اما به خاطر ترس غیر الله، به خاطر ترس از حکومت درد مردم رو فریاد نزنی، قسم به خدا که ارزش تو از اون سگ هار نزد جوانان کمتر هست. عالم دین میایید در روزهای جمعه سخنرانی میکنید، به مردم درس غیرت میدید، به مردم درس جرأت میدید، به مردم درس شهامت میدید، اما خودتون از یک روباه بزدلتر و ترسوتر باشید. میایید سخنرانی میکنید، درس شهامت میدید، درس جرأت میدید، درس غیرت میدید، اما با کمال بی غیرتی، با کمال ناجوان مردانی و بی ایمانی میایید حقایق رو وارونه جلوه میدید که اربابان خودتون رو راضی کنید. فرق تو با اون عالم بنی اسرائیل چی هست؟ بدانید که الله متعال با این عالمها علما میانه‌ای نداره. پیامبر ما فرمود در آخر الزمان علمایی میاند، علماؤهم شر من تحت ادیم السما، در زیر چتر آسمان منفورترین انسان ها هستند. من عندهم تخرج الفتنه و فیهم تعود. فتنه از زیر امامه همین کثیف ها برمیخیزه و به اینها برمیگرده. دعا بکنید که علمای ما رو الله متعال علمای ربانی بگرداند.